یه خورده مدل رو میچرخونم تا اینکه توی این زاویه قرار بگیره. دکمه 3 رو میزنم از کیبورد، ایکس ری رو غیر فعال میکنم، یا میتونید برای این کار از این بالا سیلکت مود رو روی فیس هم بذارید به جای زدن دکمه 3. این دو فیس رو انتخاب کنید. این محل در واقع اکسترود کردن قسمت بالایی دسته است. این دو قسمت پایینی هم برای قسمت پایینی دسته استفاده میشه. این رو انتخاب کنید، برید توی نمای روبرو، ای رو بزنید که یه مقداری اکسترود بشه. یه سری نکات رو اینجا میخوام بهتون بگم، لازمه که بلد باشید چون توی اکثر مدل سازی ها شما از این کار استفاده خواهید کرد. برید توی Edge Select با زدن دکمه 1 یا از این بالا سمت چپ Vertex Select رو انتخاب کنید. Alt و Z هم میزنم که X-Ray فعال بشه. میام توی نمای روبرو، ببینید یکی از این نقاط رو انتخاب کنید و بزنید Shift S Cursor to Selected. این کار که انجام دادید از این بالا Transform Pivot Point رو کلیک کنید و بذارید روی 3D کرسر. تمامی ترانسفورم هایی که شما از این به بعد انجام میدید حول 3D کرسر شما انجام میشه. 3D کرسر هم دایره هستش که اینجا شما میتونید ببینیدش، سفید و قرمز رنگه. من این نقاط رو انتخاب میکنم و میزنم S به عنوان اسکیل، X توی راسته X و 0 رو میزنم. برای پایین هم کلیک میکنم Shift S Cursor to Selected، این دو نقطه رو انتخاب میکنم SX 0. میخوام همه این خطوط رو توی یه راستا ست کنم. میرم توی نمای روبرو، ممکنه که این نقاط توی راستای Z هم یه خورده با هم اختلاف داشته باشن، بنابراین یکی از نقاط رو انتخاب میکنم Cursor to Selected، همه رو با هم میگیرم S Z و 0. همین کار رو با پایین هم انجام میدم S Z و 0. 3 رو میزنم، Alt و Z رو میزنم، دو قسمت پایینی رو، دو فیس پایینی رو انتخاب میکنم، میرم توی نمای روبرو، Extrude، هر جا خواستم کلیک میکنم، Vertex Mode رو انتخاب میکنم با زدن دکمه 1 یا از این بالا، نقطه رو انتخاب میکنم Shift S Cursor to Selected، یه بار SX 0 و یه بار SZ 0. برای پایین هم همینطور Cursor to Selected انتخاب میکنم SX 0 SZ 0. قسمت ابتدایی دسته ها تا اینجای کار برای ما به وجود اومدن. Alt و Z میزنم یا از این بالا X-Ray رو انتخاب میکنم، یه خورده جابجا میشم، این دو نقطه رو انتخاب میکنم. از این مرحله به بعد نیازه که من برگردم و پیوت پوینتمو تغییر بدم. برای این کار بیایید بالا ترانسفورم پیوت پوینت رو انتخاب کنید و میدین پوینت رو اینجا انتخاب کنید که همون گزینه قبلی بوده. این نقاط رو که انتخاب کردید یه خورده جابجاشون کنید، مثلا بیاریدش بالاتر، یه خورده اسکیل کنید، یه خورده روتیت کنید و تقریبا اون رو بیارید روی قسمت تاج دسته لیوان بذارید. پایین هم همینطور اسکیل کنید، GZ بزنید بیاریدش پایین تر، یه خورده روتیت کنید و هنوز من بیشتر اسکیلش میکنم. یه خورده بعد این نقاط رو باش بازی کنید. تقریبا یه شکل تقریبی اینجا به دست اومده. حالا ادامه کار اینها رو انتخاب کنید، ای بزنید به عنوان اکسترود، جی بزنید، یه خورده روتیتش میکنم و اینجا تنظیمش میکنم. دوباره اکسترود، جی، روتیت، اکسترود، روتیت، جی. برای اینکه این دو قسمت رو به هم وصل کنیم لازمه که قبل از اون بیاید روی فیس مود، من آلت و زد هم میزنم که اینجا
ایکس ری برای من غیر فعال بشه، از این منو دیگه اون عکس رو هاید میکنم که مزاحم کارم نباشه. این دو فیس رو انتخاب کنید و بزنید X. از اینجا فیسز رو انتخاب کنید. همین کار رو هم برای این قسمت انجام بدید. X و فیس رو انتخاب کنید. بیایید توی قسمت ورتکس مود با زدن دکمه یکی از این بالا یکی از ورتکس ها رو انتخاب کنید، شیفت رو نگه دارید، اینجا هم انتخاب کنید و F رو بزنید. F رو که میزنید دو نقطه رو به هم با یه خط وصل میکنه. میرم روی ایج مود، این ایج رو انتخاب میکنم، این رو هم انتخاب میکنم، این رو هم انتخاب میکنم و F رو میزنم. بعد از اون این خط رو انتخاب میکنم، F F F F و F. در این صورت فیس ها به ترتیب برای شما ایجاد میشن. یه نکته مهم رو توی تولید فیس های جدید باید به خاطر بسپارید. وقتی که شما فیس های جدیدی رو انتخاب میکنید و میسازید، ممکنه که بردار نرمال اون فیس ها اشتباه باشه و اینو نیازه که حتما چک کنید. برای چک کردن از این بالا توی قسمت شو اورلیز کلیک کنید و فیس اورینتیشن رو انتخاب کنید. چک کنید که همه فیس هایی که اینجا میبینید خاکستری هستند. برای نرمال هایی که به درون یک فیس اشاره دارن رنگشون قرمز میشه و اینو میتونید با زوم کردن و نگاه کردن داخل این لیوان ببینید. اگر که دارید از ورژن های قبلی بلندر استفاده میکنید مثل 4.2 و 4.3، توی اون ورژن ها نرمال ها به این صورت بودن که نرمال به بیرون با رنگ آبی نشون داده میشد و نرمال داخل با رنگ قرمز نشون داده میشد. توی ورژن 4.4 دیگه اون نرمال بیرون رو به همون صورت خاکستری نشون میدن و در واقع هیچ رنگی نداره. خب نرمال هامون تا اینجا درست شدن و ببینید اینجا یه خورده اون قسمت پایه دسته عریضه و بعدش توی این قسمت دسته که میاد پایه ارزش کم میشه، بنابراین نیازه که این قسمت رو اصلاح کنیم. من میرم دوباره توی قسمت ادیت، میرم توی نمای بالا آلت و زد رو میزنم، ورتکس مود رو انتخاب میکنم، همه این ورتکس هایی که اینجا هست رو انتخاب میکنم، قسمت پایین هم همینطور. این کار میتونید با نگه داشتن دکمه شیفت انجام بدید و این قسمت پایین هم من یادم رفت که بگیرم، میشه این نقطه، این نقطه، نقطه پشتی و این نقطه. 7 میزنم میرم بالا، بزنید S Y و یه خورده این رو بزرگترش کنید توی راستای Y. مثلا اینجا میتونه مناسب باشه، حالا اگر که مشکلی بود دوباره میتونیم بیایم و ادیتش کنیم. هر جا که خواستید کلیک کنید، تب رو بزنید و از اینجا میخوام یه مادیفایر رو اضافه کنم. قبل از اون ایکس ری رو غیر فعال میکنم، میایم توی قسمت مادیفایرز، جسم رو انتخاب میکنم، اینجا اد مادیفایر رو میزنم، سرچ میکنم ساب سرفیس و اینجا ساب دیویژن سرفیس برای من میاد، انتخاب میکنم. زمانی که انتخابش میکنم میبینید که اون پوسته‌ای که ما ساخته بودیم یه خورده اصلاح میشه و کرو هاش تصحیح میشن. نیازه که ما هنوز رو توپولوژی کار کنیم و این رو بیشتر اصلاح کنیم. تعداد ساب دیویژن ها رو اینجا میتونید توی قسمت لولز ویوپورت تغییر بدید. هرچی بیشترش میکنید سطح برای شما صافتر و اسموستر میشه. من این رو روی 1 میذارم، جسمم رو انتخاب میکنم، میرم توی قسمت ادیت، 3 رو میزنم که فیس مود انتخاب بشه، آلت و زد هم مطمئن میشم غیر فعاله. ببینید زمانی که شما میرید توی قسمت ادیت همچنان اون ساب دیویژن برای شما فعاله و شما میتونید هایدش کنید با زدن این دکمه ادیت مود و زمانی که اینو میزنید صرفا توی قسمت ادیت مود برای شما غیر فعال میشه. اگر من تب رو بزنم و برم توی آبجکت مود میبینم که دوباره اون ساب دیویژن برای من فعال. این کار رو میتونید برای سرعت بخشیدن به مدل سازیتون حتما استفاده کنید، چون که زمانی که مدل سازی
خیلی پیچیده تر میشه و با مدل های پیچیده سر و کار دارید، این ساب دیویژن میتونه سیستمتون رو خیلی خیلی کند کنه. بنابراین از همین الان این مورد رو یاد بگیرید که چطور میتونید از این تیک ادیت مود استفاده کنید. پس تیکش رو غیر فعال میکنید. من دوباره میرم توی قسمت ادیت مود، فیس بالایی رو انتخاب میکنم، بزنید آی به عنوان این ست و یه مقدار این قسمت رو نیازه که این ست کنید. عکس رو دوباره من اینجا میارم، یه لحظه سیلندرم رو هاید میکنم از اینجا. میخوام تقریبا اون ضخامت جداره شیشه رو اینجا در بیارم. ببینید چقدره، از اینجا تا اینجا. دوباره این رو فعال میکنم. مطمئن باشید که این فیس انتخاب شده و اس بزنید، یه خورده این رو اسکیل کنید. اینجا تقریبا میتونه مناسب باشه. این رو داشته باشید و این که نیازه که این رو به سمت داخل اکسترود کنیم و اون قسمت خالی لیوان رو درست کنیم. برای این کار میام توی نمای روبرو و از اینجا ایکس ری رو فعال میکنم، میزنم ای به عنوان اکسترود و میام پایین تا تقریبا به اون کف لیوان برسم. تقریبا تو این ناحیه است، یه خوردهشون زاویه دوربین متفاوته و دقیقا از روبرو نیست. این میتونه برای شما یه مقداری غلط انداز باشه، ولی همین میانه ها اینجا انتخاب کنید، اسکیل بزنید تا این خطوط با هم تقریبا مچ بشن. اینجا میتونه مناسب باشه. بزنید کنترل بی، همون 4 تا باشه، یه خورده بکشید تا تقریبا این شکل مناسب به خودش بگیره. کلیک کنید و از اینجا ویدز رو من روی مثلا 4 تنظیم میکنم. در این صورت اون قسمت داخلی لیوان هم برای من ساخته شده.